شبنشینی معرفتی زیبای فرهنگی میخواهم اصلا خواهش است که به خاطر فرزند ارجمند ملا ظهور و به خاطر برادر بزرگوارشون که در این بین رحلت کرده‌اند یک دقیقه خاموشی اعلام کنیم و به خاطر نیکشان بالا شویم. تشکر. من گمان میکنم که خاطر اینه که فرهاد جان، میرزا سلیمان و ملا طاهر این لحظه اینجا حضور دارد و خاطرشون شاد باد. دوستان عزیز، اصلا خداوند هر کس میگن در پیشانیش پیشکی می نویسد، تقدیرش معین میکند و ما شما مشاهده کردیم که خداوند به هر کس از یگان جهت میدهد. یک کس استعداد میدهد، شاعر میکند، نویسنده میکند، یک کس هنر آواز میدهد، آوازخوان میکند، یک کس دیگر استعداد دیگر میدهد، یک شخص دانشمند میکند و به هر کس یک هنر میدهد. از یک جهت خدا نظر میکند به هر یک انسان. دیگه انسانی هستن که خداوند کریم همین از چند جهت میکرد. ملا ظهور طاهری دوست برادر ما همین انسانی هستند که یک کس خداوند کریم واقعا از چند جهت داده است. این کس هم طبیب هستند، هم ایجادکار هستند، هم عالم هستند، کاشف بسیار پرتجربه هستند که محصول کارهایشان امروز خواهد نخواهد اعتراف شده است. باور کنید من در یادم هم نیست کدام وقت در دوره‌هایی که جوانی همراه می نشستیم در خواجه آبگر که من 15 سال شد خواجه آبگر نرفتیم، من یک دو بیتی نوشته بود هستم برایشان که دارویی هست بهتر از 100 شعر، هست شعری که به ز 100 داروست، هر دو در یک خزینه کم پیداست، هر دو پیدا چو گنج اندر توست. اندر ملا ظهور طاهری بسیار گنج‌های دیگری هست که اگر شما خواهید دانید که ملا ظهور طاهری همچون طبیب چه شخصیتی هستند، شما روید بین مردم پرسید. من با ملا ظهور طاهری سال دوستی داشتم، هم نشین بودیم، طبیبیشون هم میدونستم. راست گپ اونقدر چون از بس که دوستی نزدیک بودن گمان میکردم که خود طبیب‌های بهتر در دیگه جا هستند. لیکن وقتی که به دیها آمدم به نزد مادرم، بعد مادرم که بسیار دردمند بودم، گفتم که باشیم، گفتم یک طبیب اومدم اینجا، من قطار مردم رفتم اونجا اشتراک کردم، جوری شما بودید، بعد آمدم میگفتم گفتم که میشناختید. بعد از همون کس من نقش شدم. همین سالهای درست و طبابتخانه ها و هر جای بردیم شفا نیافته بودم، لیکن در یک سیانس ملا ظهور طاهری مادر من شفا یافتم. وقتی که این گفتن وارد که من خودم گفتم که آره ما به قدر ملا ظهور یعنی که نه هممون میرسیدیم. یعنی که اگر خواهید دانید قدر طبیب و بزرگی طبیب شما رفته از درمان‌ها پرسید. ملا ظهور طاهری یک طبیب هستند که از این کس چقدر مردم شفا یافتند، چقدر انسان‌ها، چقدر مردم از سخن این کس، از تلاوت این کس شفا یافتند. و واقعا باز یکم دائما سخن همین لحظه آماده نبودم. هر چیزی که گپی که میگم گپی دلم است، گپی صمیمی دلم است. در اینجا ببینید که من همین توبار نگاه کنید چقدر شخصیت‌های بزرگ، بهترین شاعران ملت، نویسنده‌های ملت، بهترین عالم‌ها، بهترین شخصیت‌ها
ژورنالیست‌های بهترین در اینجا حضور دارند. همه اینها هر یکی اینها کافی است سخنشان و دلیل آن که ملازم‌الطاهری طاهری یک شخص ارزنده ملت ما، یک ارزنده فرزانده ملت ما هستند. برای مبارکباد همه روز سعید، روز نیک مولودشان و فعالیت ایجادیشان سبی ما را یک کفکو بکنیم.